يا رسول الله وقدوتنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال چهارم چنین بود: عبدالله ابن عبدالمطلب پدر پیامبرمان صلی الله علیه و سلم کی وفات کردند؟ جواب درست چنین است: هنگامی که مادر پیامبرمان صلی الله علیه و سلم حامله بودند وفات کردند، یعنی پیش از تولد شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. برادران و خواهران ایمانی هم پیامبر ما صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا آمد و این چنین یتیمان را خیلی دوست می داشت و در حدیث گفتند: پرورش کننده یتیم با من در بهشت این چنین نزدیک است گفته دو انگشت خود را اشاره کردند، یعنی به مانند این دو انگشت که با هم نزدیک می باشند، پرورش کننده یتیم با پیامبر این چنین نزدیک می باشد. پس خوش به حال آن شخصانی که یتیم ها را پرورش می کنند. در کتاب حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم که مؤلفش مبارک فوری می باشد آمده است: عبدالله ابن عبدالمطلب با کاروان از مکه به سوی شام یا که به سوی مدینه به سفر تجارتی برآمد و در حال بازگشت به مکه در راه بیمار شد و در سن 25 سالگی از دنیا گذشت و همانجا دفن شد. برادران و خواهران ایمانی هم از همه شما منتظر هستم که به سوال جواب‌های ما اشتراک نمودید و انشاءالله در آینده سوال ها می شوند و یارو دوستان خود را هم دعوت نمایید تا از حیات پیامبر کمی هم باشد بدانند و به دیگران برسانند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقلوب أبدا لا تنسى.